ارسلان انسون اقیانوس این آقا در میره میخوره به کوههای هیمالیا هم. یا شما رو فوت کن تولد تو رنجه. بودو ماشین بریم. بودو بارون بریم. میرزا قاسمی نوشتم چیز اینا غذا با اینا شنا میکنم. این ماده سره خب ولی این نره چون اینجاش میبینی اینطوریه و آبیه. میباره بارون کشان چطور بود طعمش اصلا؟ قبلا خورده بودم ولی الان در دست ارسلان خیلی مزه داشت. اولین باراشه که داره قفل پدال رو تجربه میکنه. آفتاب شده ولی هنوز داره میباره. لباسا رو کم کردیم بفرستیم برای بوشهر. خوش آمدی. حسابی روزای کاری رو پشت سر گذاشتی. سردار ایران مثل چنگه بابا. مرسی از پیشنهاد و همدلیتون.
امروز یه تجربه جدید کردیم. این تجربه جدیدم مدیون آقا علیرضا هستیم. پدل سواری. چند لحظه تجربه این معلق بودن روی موجا رو تجربه کردیم. بچه‌های آبادانی اومدیم اینجا یه فلافل مشتی بزنیم. بله، توشه راه، خیار سبز زیبا. مجید جان میتونی یک نفس راحت بکشی. مجید من دارم میرم. گریه نکن. لحظه بعد 6 شب هوار شدن در اثر بارد و باران جک. مجید دمت گرم. خیلی آقایی. 4 تا دوچرخه و 3 تا تریلر اینجا تو راپلده جا دادیم و از مقام میگن از پارسی هم ولی رد میشه. اگه از مقام هم از بالا بره. خب ایسا جان برای مقام گفتی اتوبوس نیست آره؟ اتوبوسای گاوبندی و بوشهر از مقام رد نمیشن ولی خود گاوبندی شهر گاوبندی یا همون پارسیان میرن. شما اینو پک کنید آماده کنید هر تایم خودتون بگید هماهنگ میشیم. من یه اینو میدم ماشینا که برسونم براتون گاوبندی. زنده باشی دست شما در نکن یال زحمت شما یا مجید جانو بریم تریلر بار کار در سفر رو بذاریم چون از اینجا تا بندر مقام لازمش هم نداریم. 6 شب گذشت و ما همه اینو مدیون این بچه‌های باهش هستیم. مجید آقا و مسرور خانم و تورنج خانم و گلگلی. تورنج میرسی خاله. کجا میخوایم بریم؟ ما میخوایم بریم دور ایران. دور ایران؟ آره. هدفتون کجاه؟ هدف ما آستاره. آستارا؟ آره. بچه ها نذارین. رج برو آجا. الان آشنگ همه چی اومد؟ آره با دوچرخه میخوای ببرم شما رو حبیبی کم تیرن.